یک ماه است که این منزل ماتمخانه است. این زن در یک روز از 3 عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبیره را هم بردند. میگوید صبح آن روز شوم پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. اومدم که کلین اینجا رفته است. این با خونه کلینه، بچه درسیه. هر دومانم جور شده آمدم. بچه گفتم چی در شما کردن؟ من برام بچه را گفتم. احمق گفتم من بروز استیو لوبی کردیم، کچکا کردیم، بچه آباد کردیم. این چی احمقیت میکنی؟ همینجا آمدیم که کلین داری کلین خوبیده است در میسان. که برای اکنه میدونم که بچه خاطر اونجا رفته باشه. بعد آمدم تا کودک بچه مایدست کلین گرید. من گفتم نمیگیریم بچه جو. من در حالت پسر تقبل میکنم که مثال مادرش قطیش باشه. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه خیلی نگاه میکنم. به گفته این زن بعد طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود، ولی خبر میآورند که مهینه خود را به دریا پرتافت. 20 مینوت تخمین شیشتم اونجا. بعد کلینه گفتم که من روام کو چه خیلی چی گفتی کو خدا اومد بچه‌ش کرد. همین درد بر اومدیم، همین درد من بیرون آمدم. کلین تو هول نبر اومد که رئیس محله خاک میروزی میگن آهم سو بنا گردازه اومده همین توهی منو داشتن نو دا بعد همینجا ایستادم گفتم این چی میگفته همه وقت یابده کودک اهمی سداویده اومد زن یکی ستون خشد او پارتو من نزده کنده نمیدونم کودک کی گرفت چی شد. روز 4 آگوست یک زن جوان خود را از بالای این پل به دریای سارباغ پرتافته به هلاکت رسید. جسد او را 20 روز بعد چند دهه پایانتر پیدا کردند. مدینه خالاحمد ساکن دهه خوجعلی ناحیه رشت بود. فعلا شوهرش را با گمان به خودکشی رساندن او بازداشت کردند. خودکشی مهینه خالاحمد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. برخی ها نوشتند گویا بعد طلاق گرفتن پدر مهینه راضی نشد که او را از خانه شوهر آورد. نظری که مادر مهینه رد می‌کند و میگوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. وقتی خونه بیرونش کرده بودن دختر ما کودک گرفتن دختر ما خونه بیرون کردن کودک مینا دختر مینا رو خونده من تلفن کردم که اوچا بیای من برای گفتم که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی به خاطری که تو کودک 4 ماهه دختر داری بود کودک در دست داری به خاطر عثمان گفتم او عثمان گرفتن گفتم تو خوب ندونه که عثمان بگیرن برای که تو کودک داری خونه حقیقت میشود. مهینه خالاحمد همگی 23 سال داشت و 2 سال پیش عروس این خانه شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظر به دنیا آمدن طفل دومش بود. خوشدامن ادعا دارد که کلینش فعل یکروی داشت و پسرش را طعنه می‌کرد. مادر مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهکار می‌کند. فعلا حادثه را دادستانی تحقیق دارد و سلطان نظرزاده شوهر مهینه خالاحمد با اتهام به خودکشی رساندن همسرش بازداشت شده است. مادرش به بیگناهی سلطان نظرزاده پایفشاری دارد، اما جانب دیگر طلب دارد که دامادشان جزای سخت گیرد. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، آزادی، منطقه رشت.